پس از نشر گزارش پژواک مبنی بر شکایات باشندگان بادغیس از کمبود پرسنل و کندکاری در روند توزیع شناسنامه‌های برقی، اکنون مسئولان در ریاست احصایه و معلومات این ولایت از افتتاح مرکز دوم توزیع شناسنامه‌های برقی خبر می‌دهند. به گفته مسئولان، این مرکز توزیع شناسنامه‌های برقی 32 تن به شمول 3 خانم پرسنل دارد که در حال حاضر تنها 10 تن از بخش ذکور در این مرکز استخدام شدند. آنان هرچند درباره هزینه مالی این مرکز اشاره نمی کنند، اما می گویند تمامی امکانات مورد نیاز مرکز مذکور از سوی اداره ملی احصایه و معلومات کشور فراهم شده است. این مسئولان می‌افزایند که روزانه اسناد حدود 100 تن از متقاضیان شناسنامه برقی در این مرکز طی مراحل خواهند شد. مرشیو بادغیس کې یو اول دفتر خشدي فعال دی په هغه کې روزانه تقریبا 2.5 کسان مراجعین متقاضي د برقي تذکرو چې دی هغه خلاصولای شو. هغه تشکیل چې دی پوره د 2 کسان مکمل لرو او دویم دفتر چې نن افتتاح شوی دی د دې کارمندان تر اوسه کم دي مکمل نه دی ترتیب شوی. نو روزانه ان شاء الله سل 50 کس چې دی په دویم دفتر کې ان شاء الله د متقاضیانو کار بخلاصیږي. در همین حال برخی از باشندگان بادغیس نیز از افتتاح این مرکز توزیع شناسنامه‌های برقی در این ولایت استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند فعال شدن این مرکز روند خدمات را تسریع بخشیده و سبب می‌شود تا افراد به گونه آسان‌تر شناسنامه به دست بیاورند. این باشندگان از نهادهای مسئول انتظار دارند تا در ولسوالی‌ها نیز مراکز اخذ شناسنامه را فعال سازند. یک برج میشه که عریضه تذکره کردیم تا حالا هیچ خبری به ما نرسیده. به این مرکز دوم که افتتاح شده خیلی خوشحالیم، خیلی خوب میشه، کاری مردم پیشرفت میکنه، مردم راحت‌تر تذکره میگیره. از این کارا هر چی بشه ما خوشحالیم، بهتره، آبادی ملت، آبادی دولت. خیلی خوب شد که افتتاح شد مرکز دوم در ولایت بادغیس. کارها به سهولت پیش میره. اول که بود در اول یک مرکز بود، کارا کندی پیش میرفت. ما خیلی سپاسگزاری میکنیم از امارت اسلامی افغانستان این مرکز دوم را فعال کردن. ما خیلی خوشحال هستیم، خرسندیم. قابل یادآوری است که چند پیش برخی از باشندگان بادغیس طی مصاحبه با آژانس خبری پژواک از کمبود پرسنل و کندکاری در روند توزیع شناسنامه‌های برقی انتقاد نموده و خواهان ایجاد مراکز بیشتر توزیع شناسنامه‌های برقی در این ولایت شده بودند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.